این واحدا رو ما زدیم تا جایی که تونستیم. از این پنلای درجه 3 بازار، مثلا نگاه لباش همه کنده. بازم تا جایی که تونستیم لبه دوز ننداختیم. همه فاصله ها رعایت شده، همه چیش درسته. خب الان میخوام این راه روهاشه، اینم اتاقاشه، یعنی همه چیش اوکیه. ما اینجا با بنده خدا به مشکل خوردیم سر این داستانی. رفت نصاب ارزونتر آورد. اینم نصاب ارزونتر. مثلا درز نگاه، اینجا رو نگاه، یا ابوالفضل. اصلا لوله چیزشو در نیاورده، لوله بود همومشو، اصلا لوله فن همومشو اصلا در نیاورده. حالا اینجا درز رو نگاه، اصلا نکرده یک درز. اصلا اینجا رو نگاه، تیکه ها تا برام بیارم. بریم بعدی. اینو نگاه، این دیگه اصلا آخر درز و دوزایی. ماشاءالله اصلا سقف معلق زدیم، مدل جدید سقف. آفرین. برای گوشی انگل من اگه بگیرم، مثلا اومدی یک تیکه کار کنی، نگاه کن، خاک بر سرت کنن. درز بود. حالا این تیکه جلو رو، اینجا رو، لوله گاز بود، ما نزدیم، اصلا نزدیم. بعد بنده خدا که آورده زده. حالا ببین چی زده. ماشاءالله نگاه، تیکه 4 را. اصلا نمیدونم اینا چی میگه اینجا. بابا لاش یک جا پرده که مدادی تو. با حالا مثلا میگه پنل نیست، اینا یکی اینجا، یکی پایینه، یکی تو راه روه، یکی پایین تره. پنل هم بوده ها، نمیدونم چرا اینجوری کار کرده. این هم میشه عاقبت نصاب مفت.